سلام، روزتون بخیر باشه. امیدوارم که ایام به کام بوده باشه و کلی اتفاقات مثبت رو تجربه کرده باشید. امروز یه آموزش مهم و کاربردی داریم. یکی از دغدغه‌های مهم کاربران ارزشاپی که آقا ما قراره از آمازون محصول رو سفارش بدیم، چیکار باید بکنیم، چجوری این محصول ما دم میرسه، چقدر بازه زمانی داره و همه اینا رو قراره تو این ویدیو به شما آموزش بدیم. فرض رو بر این بگیرید که ما یک محصول داریم در وبسایت آمازون و قرار این محصول رو خریداری کنیم و توی ایران تحویل بگیریم. حالا ما یک محصول رو به عنوان تست باز کردیم. شما میتونید هر محصولی در آمازون رو در وبسایت ارشاپ ثبت سفارش کنید و توی ایران تحویل بگیرید. فقط دو تا نکته مهم رو فراموش نکنید. نکته اول اینه که محصول نباید ورودش به کشور غیر قانونی باشه و جزو محصولات ممنوعه باشه. نکته دوم هم اینه که محصول نباید خیلی حجم بزرگ یا وزن سنگینی داشته باشه. این دو تا نکته رو رعایت بکنید، ما در ثبت سفارشتون در آمازون تمام روند کاری رو براتون انجام خواهیم داد. دیگه شما نگران چیزی نباشید، فقط کافیه ثبت سفارش رو در وبسایت ارزشاپ انجام بدید. اوکی، ما وارد وبسایت ارزشاپ میشیم. توی منوهای زنبوری بالای سایت یک گزینه است به نام آمازون. این گزینه رو ما باز میکنیم و صبر میکنیم تا لینکش برای ما باز بشه. زمانی که باز شد، توی سمت چپ صفحه یک فرم هست که ما باید این فرم رو تکمیل کنیم و به صورت لحظه‌ای به ما قیمت فاینال شده رو میده. میگه مبلغ صورت حساب یا مبلغ محصولتون در آمازون چقدر. زمانی که میریم اینجا میبینیم که نوشته $35 و 47 سنت قیمت محصولمون. پس میزنیم $35 و 47 سنت. میگه واحد ارزتون همونجوری که میبینیم واحد ارز هم دلار هست، پس دلار رو نگه میداریم. توجه داشته باشین که مثلا از آمازون امارات بزنید احتمالاً واحد ارزتون باید درهم باشه، پس باید اینجا گزینه درهم رو انتخاب کنید. ولی واحد ارز ما دلار هست. میگه لینک محصولتون در وبسایت آمازون رو وارد کنید. من لینک محصول رو کپی میکنم و در اینجا پیست میکنم. که من لینک محصول رو وارد میکنم، توجه کنید یک گزینه دیگه اضافه میشه بهش: مایل به دریافت محصول در ایران هستم. اگر این گزینه رو بزنم یه سری اطلاعات اضافه تر از من میخواد. مثلا کشور مبدأ آمازون چه کشوریه؟ توجه کنید من از amazon.com که آمازون امریکاست دارم خرید رو انجام میدم. اگر آمازون شما امارات بود امارات، ترکیه بود ترکیه، باید آمازون مرتبط با جایی که دارید ثبت سفارش میکنید اینجا وارد کنید. وزن محصول توی قسمت وسط صفحه اینجا وزن محصول رو قرار داده 32 اونسه، باید تبدیلش کنید به کیلوگرم. سایت های آنلاین وجود دارن که این کار براتون انجام میدن. یکی از این سایت ها کیتست هست که شما 32 اونس رو میتونید به کیلوگرم تبدیل کنید که یه چیزی تبدیلش رو بزنم یه چیزی بالغ بر 9 کیلوگرم بشه. پس من اینجا 0.9 رو وارد میکنم که میشه 9 کیلوگرم و در نهایت اینجا مدت زمان تحویل رو باید بزنید. اگر مدت زمان تحویلتون هر چقدر این مدت زمان تحویلتون بیشتر باشه قیمت کمتری اضافه میشه، چون شما هر چقدر این روند رو کوچیک‌تر بکنید، بگید آقا 20 روز 30 روز میخوام این محصول رو، شما تسریع بکنیم در روند خریدتون و ارسالش، این خودش باعث میشه افزایش قیمتی بیشتری رو تجربه کنید. پس من 45 تا 60 روز کاری رو انتخاب میکنم. در نهایت من اگر یک محصولی رو بخوام از آمازون ترکیه یا امارات سفارش بدم 3,900,000 برای من هزینه برمیداره. بخوام از آمریکا سفارش بدم 4,400,000 به دلیل بعد مسافت و هزینه مسیر این محصول برای من هزینه بردار خواهد بود. یه نکته دیگه من بهتون میگم بچه‌ها، این قضیه برای محصولات تکه، یعنی اگر شما بتونید این رو در تعداد ببرید بالا 400 تا 500 هزار تومان توی مثلا یک بازه 3-4 میلیونی تفاوت قیمت داره. یعنی اگر شما بتونید توی تعداد خرید بکنید 10 تا 15 تا توی این حدود خرید بکنید به بالا، چون تعداد محسوب میشه توی خرید نهاییتون هر محصول براتون 400 تا 500 هزار تومان تفاوت قیمت خواهد داشت. برای خرید از ایبی هم دقیقا همین اتفاقات رو میتونید رقم بزنید. نکته دیگه این که میخواستم بهتون بگم اینه که از علی بابا و علی اکسپرس هم ما خرید میزنیم، فقط لینکش توی سایت نیست. باید یا توی چت آنلاین یا تلفن یا تیکت یا واتساپ و تلگرام یا حتی اینستاگرام
میتونید با ما ارتباط بگیرید و لینک محصولاتون اونجا ارسال کنید و بررسی کنیم براتون و بهتون قیمت بدیم. ممنونم از اینکه من رو همراهی کردید در این ویدیو. تا آموزش های دیگه همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم.